از راضی نمیشه که ما بریم مثلا در حوزه استان کرمان. گفت آقا اینجا کرمانه، گفت آقا اینجا ایران هست و ایرانی همه جا آزادم باید بره، هیچ ایرانی گذرنامه نیاز نداره. بگذارید آزاد بگذارید، همینطور که در ممالک دیگه که برن. بله یک جایی میخواسته بریم و گفت آقا شما هماهنگ نکردید، همه اتوبوس ها میه هواپیما این همه مسافر که هماهنگی کرده که من هماهنگی بکنم؟ ما بلکه ملک ماست که ملک خدای ماست. و حالا من دلم میخواست که برم. رمیش کل گفتن که حالا ممکنه بازه دلتنگ بشه، ما شما را دلتنگ نمی کنیم، نیامدیم در باشیر نرفتیم، رمشق نمیریم، ولی از شما جدی میخواهیم که به رمشق رسیدگی کنید، به نرماشیر رسیدگی بکنید، به ملوجان رسیدگی بکنید، به دیگر مناطق روستایی تو برسید. کرمان که همه عزیز ما هم در کرمان و ما کرمانی ها را دوست داریم، مردم عزیزی کرمان برای ما خیلی حرمت دارم. به اون صورت که باید رسیدگی بکنی، رسیدگی نشده در گذشته. ما انشالله خدمت تو میرسیم. آزاد بگذارید ایران هست، اما عزیز ما هم در کرمان.